عجب سفره لاکچری. این همه غذای گرون یه گله الاغ و یه هفته سیر میکنه. جناب سلطان، رعیت گشنه است، نون نداره بخوره. نمیخواین فکری به حالش بکنین؟ آخه زیاد خوردن که خوب نیست. بله، ملک جان راست میگه. برای سلامتی ایشون هم بده. بله، تو سرزمین ما هم برای سلامتی بیشتر روزی وعده غذا بیشتر نمیخورن. پس چرا خودتون اینطوری غذا رو میلنبونین؟ ما با تو و رعیت فرق میکنیم بهلول جان. نه خیر، هیچ تفاوتی بین ما و شما نیست. این دیوونه میگه هیچ تفاوت بین رعیت و سلطانان است. آخه چیه ما و شما به هم دیگه شبیه دیوونه؟ کمش دوتا چیز ما و شما به هم شبیه. یکی جیب من و کله تو که هر دوشون خالی هن و دومی هم جیب تو و کله من که هر دوشون پرن. با جیب پر کله خالی هیچ الاغی پر نمیشه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند بر پیشوایان حق و عدالت واجب کرده که بر خود سخت بگیرند و همچون افراد ضعیف مردم زندگی کنند تا فقر آن مردم را به طغیان و سرکشی در برابر فرمان خدا وادار نکند.